سلام. خیلی خوش اومدید به قسمت 14 از پروژه 30 روزمون. پروژه 30 روزی که اسمشو من گذاشتم فریلنسر کد. چرا؟ چون بتونم به فریلنسرها از کدهای کوچیکی بگم که میتونه مسیرشون رو خیلی بهتر کنه. از تجربیات خودم، از چیزایی که یاد گرفتم، از مسائل و کتابهایی که خوندم و آموزش دیدم رو کامل بیام به شما آموزش بدم و یاد بدم و بهتون کمک کنم که شما هم توی این مسیر بتونید به اون موفقیت برسید. و این دقیقاً همون مأموریت و چرایی خودمه، اینکه به فریلنسرها کمک کنم به اون مسیر درستی که باید برن. چرا؟ چون مجبور نشن به صورت اجبار برن کارمندی رو انجام بدن که شاید دوست نداشته باشن و بتونن مسیر بهتری رو برن جلو. اینجوری دنیامون دنیای قشنگ‌تری میشه. این قسمت 14. بریم شروع کنیم. قبل از هر چی بهتون بگم که یادتون نره سایت مدرسه موشن گرافیک آموزش‌های رایگان زیاد داره و شما میتونید برید آموزش‌های رایگان رو ببینید و استفاده بکنید. دوره کایزن هم دوره جامعه‌مونه و دقیقاً به خاطر همین چرایی طراحی شد. یعنی بچه‌ها بعد از اینکه دوره نرم افزاری رو میگذرونن، آموزش‌های نرم افزاری و موشن گرافیک و لوگو موشن و اینا رو کامل میگذرونن، تازه وارد مرحله بعد اون مهارت نرمشون میشن. از خلاقیت و مذاکره و رزومه، پورتفولیو، ورود به بازار، افزایش درآمد، همه اینا داخل دوره کایزن که اصل اون چرایی منه گفته شده و بهتون کمک میکنم. جلسه آنلاین با هم دیگه میذاریم، در آخر رودمپ میذاریم با توجه به هدفی که خودتون چیدید. خیلی دوره کاملیه. اون چرایی منم دقیقاً همینه. هر سوالی هم داشتید از پشتیبانیم بپرسید، بهتون کمک میکنه. حالا رسیدیم به قسمت 14، یکی از مهمترین قسمت هایی که من میگم اگر هر فریلنسر اصلا بلد نباشه همه پولی که در میاره رو میره به باد. چون مدیریت مالی یکی از اصلی ترین مهارت هاییه که ما باید اصلا داشته باشیم و کاش یک نفر بود اینو به من یاد میداد و من نمیرفتم چندین میلیون چیزهای مختلف، دوره‌های مختلف، کتاب‌های مختلف میخوندم تا این مدیریت مالی رو تا حد خوبی یاد بگیرم و هی تجربهش کنم و بفهمم آقا این مسیر درستیه، مدیریت درستیه نیست، چجوریه. و همین رو که یاد گرفتم من به خیلی از بچهای خودمون که تو دفترمون هستن بودن و کار میکردن کامل گفتم، به دوستام، رفیقام، اونایی که نیاز داشتن و احساس کردم نیاز دارن گفتم، اونایی که بیشتر دارن فریلنسری کار میکنن. چون هر فریلنسر نیاز داره مدیریت مالی یاد بگیره. اوایلش شما خودتی تنها، بعدش میری ازدواج میکنی، یه نفر دیگه هم هست و تو همچنان فریلنسری، بچت به دنیا میاد، تو همچنان فریلنسری و 3 نفر 4 نفر بیشتر شدید. یه وقتی ممکنه سرپرست خانوار باشید شما و اگر اون مدیریت مالی رو بلد نباشین خیلی ممکنه ضرر ببینید و دیر به موفقیت برسید. و ای کاش که خودم یکی بود و اینا رو بهم میگفت. و این چیزی که الان دارم بهت میگم تو بحث مدیریت مالی یک قسمت کوچیک بحث مدیریت مالیه، ولی همین قسمت کوچیک خیلی بهت قول میدم که کمک میکنه که بتونی زمانی که شما هزینه پروژه رو گرفتی یا چیزی در آوردی بتونه بهت کمک بکنه تا مسیر بهتری بری جلو، بتونی یک پول بهتری پس انداز بکنی. خیلی کمک کننده است. خیلی بچه‌ها. دیگه بیشتر از این بهتون نمیگم و حتما اگه قسمت‌های قبلی رو ندیدی حتما اون قسمت‌های قبلی رو ببین. خب الان ما رسیدیم به بحث مدیریت مالی. بچه‌ها شما زمانی که یک پروژه میزنید طبیعتاً یک پولی داخل حسابتون میاد. الان فعلا به این مسئله کار نداریم که چجوری پروژه بزنیم، بازار فلان، اینا در جلوتر کامل بهتون میگم. ولی الان به این رسیدیم که آقا یک پروژه‌ای من زدم، یک آموزشی اصلا دادم، تو سایت‌های مختلف گذاشتم و این داره ورودی من دارم از این استفاده میکنم. دخل و خرج زندگی من با همین بحث پولی که داره میاد. حالا من چیکار بکنم که از این پوله بتونم بهترین استفاده رو انجام بدم؟ اینجا میرسیم به بحث مدیریت مالی. ما 3 سوال اصلی باید ازتون بپرسم و این سوالا رو من باید کامل بهتون بگم. اولیش بحث پشتوانه مالیه. دومی بحث مدیریت و باکس بندی پول که مدل داره، همینجوری بهتون نمیدونم، احتمالاً جای مختلف شاید شنیده باشید و همینجوری من نمیخوام اینو بهتون بگم که خب من که شنیدم همینو میخوای بگی، پشتوانم که معلومه طلا دیگه. نه، این یکم باسش فرق میکنه. و سومیش هم ساخت شیت ورودی که یک مدیریت برنامه‌ریزی به پولت بده. اون هم مثل این نیستش که شما بخوای هر روز هر دخلی که زدی بری من یه آدم سکوت سری بنویسم، این بعد این مدت خستت میکنه. اینجوری نیست.
حالا ما اول از همه میخوام در مورد پشتوانه مالی بگم که پشتوانه مالی چیه. ببینید بچه‌ها، این که شما طلا جمع بکنید یا دلار جمع بکنید تو وضعیت الان طلا و دلار بهترینشه دیگه، کار خوبیه. ولی آیا من با این طلا و دلار الان باید برم یه چیزی بخرم که بیشترش کنم؟ مسئله اصلی اینجاست که من این طلا و دلار برای چی دارم جمع میکنم. این خیلی مسئله مهمیه. من میخوام چیکارش بکنم؟ این خودش یه سواله. و این طلا و دلار الان من چیکارش بکنم؟ چی از این چیز دارم؟ بهش فکر کردین که بعدش میخواد چیکار بکنید؟ خب میگه مثلا من میخوام طلا و دلار جمع کنم، باشه برم زمین بخرم. خب بعد زمین رو میخوای چیکار کنی؟ خونه‌اش کنی و بسازی و خودت توش زندگی کنی؟ خب این شد به نظرت یک سرمایه گذاری؟ این خودش بحث جداست. خب که آقا من از این پولی که دارم جمع میکنم چه کاری باید انجام بدم؟ ولی الان نمیخوام طولانیش بکنم. این خودش یه بحث جداه در رابطه با این مسئله که آقا من الان یه پولی جمع کردم، الان با این پول باید چی کار بکنم، چه قدمی بردارم که مثبت باشه، سرمایه گذاری درستی باشه. این خب دوره سرمایه گذاری جدا میخواد، بعد بشینید ببینید، فکر کنید و بهش برسید. من فقط الان در حوزه اون فریلنسری خودمون میخوام باهاتون بگم و صحبت بکنم. اصل قضیه اون پشتوانه مالی است. من یه پولی میگیرم، طلا و دلار جمع میکنم که چه اتفاقی بیفته؟ تا اگر 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه نتونستم پولی در بیارم بتونم از اون بدم. مثل چه اتفاق؟ مثل اینکه مثلا دارم میگم یهو جنگ شد، یهو اعتراضای مختلفی شکل گرفت، اینترنت ها قطع شد. اینها باعث میشه که شما یک ضربه اقتصادی بخوری و من نمیخوام اون ضربه اقتصادی رو شما بخوری. چیکار کنی با اون پشتوانه مالی که داری؟ برای اینکه بفهمی پشتوانه مالی چقدره چیکار باید بکنی؟ چون ممکنه یکی بگه آقا من 30 تومن پشتوانه مالی نیاز دارم در ماه، خرجم 30 تومنه، یکی میگه 60 تومن، یکی میگه 100 تومنه. شما باید یه بار بشینی حساب کنی که در ماه چقدر خرج میکنی. مثلا میگه که من در ماه n تومن خرج پوشاک میدم، n تومن خرج غذا و خوراک و خرج روزانه، گوشت و مرغ و فلان، خرج ماشین. حالا این بر کسایی میگم که شاید متأهلن، خانوارن. شما با توجه به خودت این رو شخصی سازی بکن، خرجات در میاری و میگه من در ماه n تومن خرج میکنم. شما باید 2-3 برابر خرجی که میکنی در ماه پشتوانه مالی بذاری، حالا با طلا و دلار که ارزشش نیفته. مثلا من اگر رسیدم به 30-40 میلیون 50 میلیون طلا کنار گذاشتم، یعنی 1 ماه همون میتونم کنار بذارم. حالا تا 3 ماه و تا 4 ماه من پیشنهاد میدم کنار بذارید، یعنی حدوداً 200-300 تومن بعد طلا جمع کنید کنار باشه که هر اتفاقی افتاد میگم من خیالم راحته، میتونم این کارو انجام بدم، میتونم دفترمو بچرخونم، میتونم خانواده‌مو بچرخونم. اگر خب حرفه‌ای‌تر شدید باید بتونم نیروهامو بتونم حقوقاشونو بدم. اینها میشه اون پشتوانه‌ای که شما دارید. حالا هم کسب و کار جدا که میشه نیرو، مغازه، نمیدونم دفتر، هرچی، و خانواده هم جدا. این پس اون بحث کلیتش که شما باید این با طلا جمع کردن و دلار جمع کردن پشتوانه مالی خودتون رو قوی بکنید تا 3-4 ماه کنار بذارید. پس یه بار حساب کتاب کنید و دفعه بعدش بیاد چیکار کنید؟ اینکه کنار بذارید و خیالتون راحتون رو دارید و بهش دست نزنید. یعنی تازه اونو گذاشتید کنار، تازه وارد مرحله سرمایه گذاری میشید بچه‌ها. همونایی که گذاشتید سرمایه گذاریتون نیست، اون پولیه که کنار گذاشتید و با پشتوانه‌تونه. این یه باگیه که خیلی ممکنه داشته باشن. حالا بعد از اینکه من 3-4 ماه جلو افتادم کنار، حالا وارد مرحله بعدی یعنی سرمایه‌گذاری میشم. حالا بسم الله شروع کنیم خرج در آوردن، طلا گرفتن، فلان اینا، و با اونها یه کارهایی بکنم که بتونه سرمایه‌گذاری حساب بشه. حالا به قسمت بعدی ما به اون بحث باکس‌ها رسیدیم. من یه هزینه گرفتم، یه پروژه زدم، پولشو گرفتم. حالا بعد چیکار بکنم با این پول؟ خب من یک سری باکس درست میکنم و به هر باکس 1% میدم. اینو من با اون به قسمت شیت ورودی با هم ترکیب میکنم. من ورودی یک شیتی میسازم. این شیتو من دارم توی کسب و کارم دارم، توی خونم دارم. میگم آقا من این تومن یه پولی اومد تو حسابم. این پول چی بوده؟ اول پول هدیه بوده. خب اگه پول هدیه بوده پول کسب و کارم نیست، یا نه پولی بودی که من از کارم در آوردم، بعد چی کارش کنم. این درصد بندی کاملا دست خودتونه، ولی باید اون باکس ها باشه. من اول از فیلتر یا باکس های کسب و کارم کنار گذاشته میشه. مثلا بگم آقا من یه ورودی دارم، n تومن ورودیمه، مثلا 10 تومن. از این 10 تومن یه باکس جدا براش میذارم، توی شیتم یک ردیف جدا دارم، هزینه خالصی که مثلا بعد حالا به بچه ها بدم، پولای جدا، پولی که بعد برای خودم کنار بذارم، پولی که بعد برای تبلیغات و برای مثلا تولید محتوام، یا پولی که برای توی مدرسه موشن گرافیک قرار میگیره جدا.
از این فیلتر رد میشه، یعنی همه اینا درصدش جدا میشه، یه پولی میمونه تنها آخرش برای چی؟ برای خودم، برای شخص خودم. اینو من گفتم. حالا کسایی که کسب و کار ندارن و به صورت فریلنسری دارن کار میکنن، از اینجا به بعدش مهمه. اونایی که دارن که هیچ، میگن آقا من پولی این درصد از این پول میره برای تبلیغات، این درصد میره برای تولید محتوا، این درصد میره برای مدرسه موشن گرافیک مثلا، یا برای کسب و کار اسم و برند خودتون، و یک خالصی برای شخص خودتون میمونه که میتونید وارد زندگیش بکنید. حالا یک بار از قبلش من نشستم به این صحبت کردم که در ماه اگر من برای مثلا خودرو، برای ماشینم 5% کنار بذارم، اوکی، پس 5% اولین درصد باکس من میشه، 5% خودرو. چقدر من برای طلا میتونم کنار بذارم که پشتوانه مالیم باشه، یعنی باکس سرمایه گذاری یا باکس پشتوانه درست بکنم؟ میگم اگه من در ماه با توجه به وضعیتم و جوری که به زندگیم ضربه نزنه 5% هم برای اون بذارم کنار، میشه 10%. 5% خودرو، 5% سرمایه گذاری. حالا من میگم اینجا شما خوبه که یک انرژی بگیرید، یک شادی داشته باشید. من اسمشو گذاشتم باکس شادی. 2-3% هم برای اون حساب میکنم که آقا من باکس شادی هر باکسش رو شارژ میکنم با توجه به درآمدی که دارم، و اون باکس شادی میذارم هر کاری که دوست داشتم با اون پول میکنم و نگران نیستم که اون پول چه اتفاقی میفته. میخواد بریزم تو جوب، حس خوبی پیدا میکنم، میخوام برم باش میخورم، میتونم برم باش طلا بگیرم، باز حس خوب دارم. ولی من پیشنهاد میکنم باکس مثلا طلا و سرمایه‌گذاری اینا رو کنار گذاشتی، هیچی، با این برید یه عشق و حالی که دوست دارید انجام بدید، یه استخری برید، پارک برید، هر کاری برید، یه مسافرتی. پس باکس شادی، باکس سرمایه گذاری، باکس خودرو مثلا، این باکس رو خودتون درصد بندیش رو حساب بیارید. باکس کسب و کارم که از همون اول فیلتر شد. یک باکس دیگه داریم، این که توی کتاب پدر ثروتمند پدر فقیر خیلی این صحبت رو میکنه که میگن معمولا افرادی که بخشندن معمولا اون درصدش رو کنار میذارن و میدن. معمولا چیکار میکنن؟ میگن آقا بزن این پولا رو بذاریم فلان، وام، قسط، اینا رو بدم، حالا اگه چیزی اومد میدم، قسطشو میدم، پولشو مثلا یه ذره مثلا 1000 تومان 2000 تومان میدم. ولی معمولا افرادی که ثروتمندن برای اینکه خیریه، عمل خیری هم انجام بدن، یه پولی براش کنار میذارن و شما میتونید فقط 1% یا 0.5% اون پول رو کنار بذارید توی یه باکس، بگید باکس خیریه مثلا، و اون کار انجام بدید. هم حس خوبی به خودتون میده، همین که اون پولی که شما اومدید رو سرمایه گذاری کردید توی کار خیری و این باعث میشه که حالا برکتی داشته باشه تو زندگیتون. بستگی به خودتون داره اینکه چه ذهنیتی نسبت به اون پول دارید و من این رو دارم بهتون پیشنهاد میدم. شما میتونید خودتون داشته باشید، میتونید نداشته باشید. و چی شد؟ یکی میگه که آقا من مجردم، اصلا این خرجه اینجوری ندارم، بیام چی درست کنم؟ باکس خریدم، خرید لباس، اصلا دوستام هی تو ویدیوام تو مثلا خودم میرم حس خوبی داشته باشم، باکس شادی، باکس سرمایه گذاری، پس انداز فلان، باکسشو برای خودتون درست میکنید و مثلا میشه 20-30%، 40% باکس هایی که باید مستقیم پولی که جدا میشه 20-30% بره تو این باکس ها و یک کلیت میمونه. مثلا دارم میگم 50%، 60% برای خودتون میمونه که میشه خرجای زندگیتون و اون خرجیه که شما هر روز دارید، میرید فلان چیزو میخرید، نمیدونم سوپرمارکت فلان چیزو میخرید، میشه خرج معمولی خود زندگیتون. یه سری از هر ورودی یه سری باکس داره که تون داره اون باکسا پر میشه و یه سری خرجا دارید که دارید اون خرجا رو انجام بدید. اینجوری اون مدیریت مالی شکل میگیره. این ابتدایی ترین کاریه که شما باید به عنوان فریلنسر انجام بدید و من احساس میکنم که اگر فکر میکنید تو بحث مدیریت مالی مشکل دارین، قطعاً باید برید دوره مدیریت مالی، دوره این که آقا من چجوری میتونم هزینه هامو بیشتر کنم، کمتر کنم، فلان کنم، زندگیمو بچرخونم، باید اینو رو ببینید و خیلی بحث گسترده‌ایه بحث مالی و نیاز داره که شما داشته باشید. این لول پایین‌ترین و اولین قدمیه که شما باید برای بحث مدیریت مالیتون داشته باشید. این از اینم چیزی جا نمونده. نه، و من خودم پیشنهاد میکنم که میتونید از بلو بانک استفاده بکنید. تبلیغات بلو بانک من الان دارم براتون انجام میدم، ولی نه، خب خیلی از اپلیکیشن های دیگه بانکی هم داره میاد که دیگه هم تقریبا تا چند وقت دیگه همه این سبکی انجام میدن، ولی مهم اینه که شما چه فعالیتی توش انجام میدید و کدوم بانک استفاده میکنید. مثلا یکی میگن آقا بانک رسالت به خاطر اون سیستم
اینکه وام بده پول توش بذاری بعد میتونه چند برابر 2 برابر تو بده. مثلا اینکه میگه آقا من میخوام باکس طلا بذارم تو بانک رسالت هم استفاده بکنم، اشکال نداره هر ورودی که اومد بفرست تو بانک رسالت، اون کارت باشه کارت سرمایه گذاریت مثلا پشتوانت. و بقیه از بول بانکت استفاده کن و اون باکسای جدا رو بساز، سری درصد بندی کن، بنویس باکس خودرو 5%، تا یه پولی اومد باکس خودرو 5% بفرست توش فلان فلان، همه باکسات پر کن و اون چیزی که میمونه میشه خرجای روزانه شما که میتونید ازش استفاده بکنید. این تمرین شما که آقا یه جا بنویسید و برید حدوداً درآمد ماهانه خودتون رو در بیارید، خرجی ماهانه‌تون رو در بیارید، ورودیاتتون رو حساب کنید و بعد که رفتید داخل مرحله بعدی باکساتون رو بسازید و از همون اول، از همین فردا به نظرم اگه پروژه گرفتید شروع کنید از همین لول استفاده کنید و بعد میبینید که چقدر مثلا باکس فلانم داره سری پر میشه، برم فلان براش مثلا یه طلا باش بخرم، باکس مثلا شادیم داره چقدر خوب پر میشه برم باش اشغالی بکنم و این حسای خوبی بهتون میده و مدیریت مالی فوق العاده است که بعد یاد بگیرید. همین قدم اول انجام بدید اتوماتیک میفهمید که چقدر زندگیتون تغییر کرده. این قسمت 14 از خیلی قسمت‌های دیگه‌مون مهمتره و چیزی است که خیلی نشیندن، حتما انجام بدید. خیلی مخلصم، خدا نگهدار.